تازه به آپارتمان جدیدم اسباب کشی کرده بودم که سر و کله همسایه عجیبم پیدا شد. هر شب دقیقاً ساعت 12 صدای ضربه‌های منظم چکش از دیوار مشترکمون شروع میشد. اولش سعی کردم بیخیال باشم، ولی صدا دیوانه کننده بود، مثل این همسایه گاو ما. به خدا ساعت 3 نصف شب میدیدی داره کار میکنه. من دیوونه میدونی؟ وای وای وای. یه بار خروس آورده بود. خب این خروس 24 ساعت قوقلی میکرد. اعصاب من خورد که رفتم سراغش. گفتم یا خروستو بر میداری از رو زمین یا خودم برش دارم از روی زمین. فکر کنم دوباره آوردش صداش اومد. باید برم سراغش. تازه به آپارتمان جدیدم اسباب کشی کرده بودم که سر و کله همسایه عجیبم پیدا شد. هر شب دقیقاً ساعت 12 صدای ضربه‌های منظم چکش از دیوار مشترکمون شروع میشد. اولش سعی کردم بیخیال باشم، ولی صدا دیوانه کننده بود. امشب دیگه طاقت نیاوردم. رأس ساعت 12 رفتم با عصبانیت در واحدشو کوبیدم. یه مرد رنگ پریده لاغر درو باز کرد. مرد با چهره ترسیده بهم نگاه کرد و گفت ببخشید نمیتونم جلوی خودمو بگیرم، اگه نکوبم اون میاد بیرون. قبل از اینکه بتونم بپرسم اون کیه، یه چیزی از توی تاریکی آپارتمانش یقه‌شو گرفت و با یه حرکت وحشیانه کشیدش تو در رو محکم بست. از ترس خشکم زده بود. دویدم تو خونه خودم و در قفل کردم. صدای چکش قطع شده بود، به جاش صدای خراشیدن ناخن روی گچ میشنیدم، اونم از سمت دیوار خودم. یهو کاغذ دیواریم پاره شد و از شکاف دیوار 10 انگشت سیاه و استخونی زد بیرون. قبل از اینکه بتونم جیغ بزنم انگشت دور مچ پام پیچیدن و الانم دارم با یه قدرت غیر قابل تصور منو میکشن توی تاریکی سخت و خفه کننده دیوار.